یک چیزی که ما زیاد تأکید داریم اینه که کسانی که اگر قائل به حیات هستن یا سماع هستن از اینجا سوء استفاده نشه، گفته بشه که ما میریم اونجا فریاد میزنیم تا شفاعت ما بکنن، راه شرک یک وقتی باز نشه. روی این ما سخت هستیم. بقیه اگر کسی با توجه به دلایل در قرآن و حدیث هست برای طرفین هست، اما کسی از روی سماع یا حیات بیاید و استدلال بگیرد که خب همونطور که من پیش یک عالم، پیش شیخ الاسلام میرم میگم که شما برای من دعا بکن فلان مشکلم برآورده بشه، خب ایشون دعا میکند، درسته. پیش فلان عالم که فوت کرده اونجا هم بر بالینش بر سر قبرش برم، وقتی معتقدم که ایشون میشنود بگم که شما دعا بکنید که فلان مشکلم برآورده بشه. استمداد از قبور، راه استمداد از قبور به این صورت باز میشه. این راه هیچ کس از علما، حتی علمایی که قائل به شنیدن هستند، معتقد نیستند که کسی بره از قبور استمداد بکند. این را به هر حال بر این سخت باشید، چون راه شرک و راه خرافات از این طریق چی میشه؟ باز میشه. الله عزوجل اون چی که حق است و اون چیزی که واقعیت هست و عقیده صحیح هست به همه من و شما عنایت بفرماید.